نیویورک پست: 6 تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه‌ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. در بیانیه‌ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ویدیویی که به صورت مخفیانه از داخل یکی از بدنامترین زندان‌های ایران خارج شده، لحظه‌ای را ثبت کرده است که 6 مخالف حکومت در برابر رژیم با آواز ایستادگی کردند. این 6 مرد که همگی به دلیل اقدامات خود علیه حکومت اعدام شدند، در حیاط زندان بدنام قزلحصار ایستاده دیده می‌شوند، جایی که مقاومت خود را با خواندن یک سرود اعتراضی به نمایش گذاشتند. آنها با آرامش می‌خواندند: منم طوفان، بترس ای بی دل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده. منم ایمان، منم عصیان، پر از باور که میتازم، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. منم طوفان، بترس ای بی دل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده. منم ایمان، منم عصیان، پر از باور که می جنگم، که می مانم تواناتر. قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. فلک را سخت بشکافم و طرحی نو دراندازم. بنابر گزارش‌ها این ویدیو در آخرین هفته فوریه فیلمبرداری شده است و هویت این 6 نفر چنین اعلام شده است: وحید بنیامریان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی. قبادی 33 ساله پس از آن که توسط حکومت شکنجه شد، در 31 مارس اعدام شده است. رژیم او را به قیام مسلحانه علیه دولت متهم کرده بود، موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده است. بنیامریان هم که به همان جرم متهم شده بود، در ویدیو مخفیانه دیگری مستقیما علی خامنه‌ای که هدفش ایجاد ترس در جامعه بود را مخاطب قرار داده و گفته بود: می‌خواهم به تو یادآوری کنم که من و کسانی مانند من از خون جوانان آزادیخواه برخاسته‌ایم. بنیامریان و دیگر زندانیان محکوم به اعدام همچنین بیانیه‌ای نوشتند و از دیگران خواستند مسیر مقاومت آنان در برابر رژیم را ادامه دهند تا ایران آزاد شود. در بیانیه آنها آمده بود: اگر سرنوشت چنین رقم بزند که شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. تمامی 6 مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.